جایگاه و موقعیت زنان در جامعه از آغاز شکلگیری جوامع ابتدایی تا جوامع مدرن و متمدن کنونی فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است. تا قرن 18 و 19 میلادی در اکثر جوامع موقعیت و منزلت زنان فروتر از مردان بود. این وضعیت با شدت و ضعف متفاوت تا آخر قرن 18 و 19 میلادی ادامه داشت. پس از آن زنان متأثر از تحولات به وجود آمده در بعضی از کشورها مثل فرانسه و همچنین بر اثر تحولات انقلاب صنعتی و اندیشه‌های جدید بشری نهضت‌های اولیه زنان را شکل دادند. از این دوره به بعد جنبش‌های اجتماعی ویژه زنان ایجاد گردید که خواستار رهایی زنان و برخورداری آنان از حقوق برابر و حقوق سیاسی و آزادیشان شد. خواسته‌هایی که به تدریج بسیاری از آنها محقق گردید. یکی از جریان‌های مدعی انحصار در دفاع از حقوق زنان رویکرد فمینیستی است. فمینیست مجموعه گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیله زنان برانگیخته شده یا از زنان الهام گرفته شده. مخصوصاً در زمینه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان به عنوان یک جنبش اجتماعی فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی، پیشبرد حقوق، علایق و مسائل زنان کرده است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن 19 پدید آمده، زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور سرکوب می‌شوند. اولین بار در سال 1838 وارد زبان فرانسه شد و شارل فوریه سوسیالیست آرمانخواه آن را اولین بار به کار برد. در زبان فارسی به معانی گوناگونی مانند طرفداری از زنان، هواداری از حقوق و آزادی زنان، زنوری، زنگرایی و مؤنث‌گرایی آمده است. درباره اصطلاح فمینیسم تعریف گوناگونی ارائه شده است، زیرا تعریف جامعی از آن مانند سایر مفاهیم اجتماعی کاری مشکل و دشوار است. در میان تعریفی که ارائه شده میتوان چنین برداشت نمود که فمینیسم به مجموعی از حرکت و فعالیت‌های اجتماعی گفته می شود که با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان اغلباً به وسیله خود زنان انجام می‌گیرد. تمامی فمینیست‌ها به فرودست بودن و ستمدیدگی زنان معتقدند و برای رهایی آنان در صدد اتخاذ استراتژی مناسبی هستند، اما در مورد علل این فرودست بودن و ستمدیدگی و استراتژی و رسیدن به آزادی اختلاف نظر دارند. از نظر یک فمینیسم جامعه تحت حاکمیت مردها به نفع مردان و علیه منافع زنان بوده است و فمینیسم در اصل شورشی است علیه نگرش سنتی به زنان و نقش آنان در جامعه، چرا که در نگرش سنتی با استفاده از تفاوت‌های بیولوژیکی یا روانشناختی در تقسیم وظایف و کارکردها به زنان و مردان هدفشان فروتر نشان دادن زنان در جامعه است. آنان لازمه از بین بردن این تبعیض و فرودستی را در اصطلاح نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌بینند. برای شروع این نهضت تاریخ معین و قابل اعتمادی وجود ندارد و نمیتوان به طور قطعی گفت که این جنبش از چه زمانی آغاز شد. برخی شروع آن را زمانی می‌دانند که ظلم به زنان آغاز شد. در این مورد 4 دیدگاه وجود دارد: سپیددم آگاهی بشر، آغاز قرن 15، قرن 17، از اواخر قرن 18 پس از انقلاب فرانسه که دیدگاه 4 را به واقعیت نزدیک می‌بیند. موج اول فمینیسم در سال 1830 می باشد. افراد مشهور این موج کسانی مثل مری آستل می باشند. این نویسنده انگلیسی زنان را اندرز می دهد که از ازدواج بپرهیزند، ذهنشان را پرورش دهند. نوشتن کتاب حقانیت حقوق زنان تأثیر کلی را بر شروع این موج گذاشت. وی نابرابری‌های میان زنان و مردان را ناشی از تأثیر محیط به ویژه حاصل این واقعیت می‌دانست که زنان از آموزش محرومند. پس از وی جان استوارت میل با همکاری همسر اولش هری تیلور میر کتاب انعقاد زنان را نوشت. در زمانی که زنان در دوره ویکتوریا در اوج سرکوب به سر می‌بردند، گسترش حقوق مدنی و سیاسی و دادن حق رأی به زنان هدف اصلی این موج بود. این موج تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت و مروج اعتقادات و باورهایی بود که زنان به کارآموزی، آموزش و کار، بهبود وضعیت زنان متأهل در قوانین، حق برابر با مردان برای طلاق و قانونی حق رأی از جمله نتایج مهم تلاش‌ها در موج اول بود.
همچنین گسترش آموزش و پرورش، ورود زنان به مشاغل متعدد، قانونی شدن سقط جنین، پرداخت دستمزد برابر به زنان، برخورداری از حقوق مدنی می بود. موج دوم فمینیسم از سال 1960 به بعد آغاز شد. فمینیست‌های این دوره نظریه‌های موجود را عمیقاً جنسگرا، تفاوت‌های زیست شناختی و کالبد شناختی بدن می‌پنداشتند و به مبارزه با ایدئولوژی مرد سالارانه که فرودستی زنان را طبیعی توجیه می‌کند می‌پرداختند. هدف اصلی این موج نجات و رهایی زنان از دست مردان بود. این افراد معتقد بودند که برای رهایی زن باید روحیات زنان را از بین برد و بر تیپ مردانه در پوشش موهای کوتاه، کفش بدون پاشنه، کت و شلوار ضخیم، چهره‌های بدون آرایش تأکید داشتند. شعار زنان بدون مردان محصول این دوره بوده است. از دستاوردهای این موج می‌توان از ایجاد مؤسسات فراوان فرهنگی مطبوعاتی زنان و به دست آوردن قدرت‌هایی در زمینه اقتصادی و سیاسی یاد کرد. در این دوره زنان فمینیست سعی کردند با ظاهری زنانه و رفتاری ظریف تمایز خود را از مردان به نمایش بگذارند. فمینیسم در این دوره یک فرایند اعتدال را تجربه نمود. جناح مبارزه و انقلابی آن کنار گذاشته شد و به ستایش و اهمیت به دنیا آوردن فرزند و نقش مادری پرداختند. اندیشه های برخی از پست مدرن ها، میشل فوکو و ژان دراید در برانگیختن این موج تأثیری بسزایی داشت. آنان معتقد به احیای مادری بوده و از خانواده فرزند محور و همچنین زندگی خصوصی دفاع می کنند. روزنامه‌ها و نشریات پرشماری که ویژه زنان و مروج اندیشه و فرهنگ فمینیستی بود به بازار آمدند و انجمن‌های غیر دولتی و مستقل که محور برنامه آنان کوشش در جهت گسترش زمینه‌های فعالیت زنان و حمایت از حقوق مساوی با جنس مخالف برای زنان بود، در سراسر کشورهای توسعه یافته تأسیس شدند. ایجاد نهادها و همچنین گسترش عرصه عمومی فعالیت زنان از بگونه‌ای آشکار در علایق فکری زنان تحولی اساسی ایجاد کرد. زنان موضوعات فعالیت خود را از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به زمینه‌های فرهنگی و از جمله موضوعات روانشناختی و زبانشناختی سوق دادند. برای درک مفهوم سیاسی و اهمیت تاریخی جنبش زنان لازم است لایه‌های پوسیده و تحریف شده تاریخی که انباشته از تضادهای نابرابری و ستمها و رنجهای جنسیتی شکافته گردید. در این صورت است که ماهیت و علل شکلگیری ستم بر زنان، زایش نظام مالکیت و رشد مناسبات مبتنی بر جامعه طبقاتی و نقش مذاهب و ادیان از دوران ما قبل بردهداری تا به امروز میتوان ما را از چگونگی تأثیر گسترش دامنه‌دار این ستم و راه مبارزه با این نابرابری انسانی آگاه سازد. با چنین شناختی است که نتیجه سالها مبارزه جنبش زنان و زحمتکشان همراه با رهبری فکری و عملی این جنبش عظیم پایه‌ریزی گردیده است. مری لستونکرافت، نویسنده و ادیب انگلیسی، در 1759 در لندن متولد شد. مری لستونکرافت از نویسندگان و فیلسوفان قرن 18 بریتانیا بود. او هوادار برابر اجتماعی، آموزش و پرورش زنان بود. اثر مشهور وی احقاق حقوق زنان می باشد که در سال 1792 منتشر گردید و از متون کلاسیک فمینیستی محسوب می شود. او رمان‌ها و مقالات متعدد و همچنین سفرنامه و تاریخ انقلاب فرانسه را نگاشته است. مری لستونکرافت مدتی به معلمی پرداخت و چند رمان از جمله داستان مری را منتشر کرد. پس از آن در مؤسسه انتشارات جیمز جانسون که ناشرش بود مشغول به کار شد. با آغاز انقلاب کبیر فرانسه، مری در سال 1792 به پاریس سفر کرد تا شاهد انقلاب باشد. در آنجا با گیلبرت امیلی که سروان آمریکایی بود ازدواج کرد و نخستین دخترش فانی امیلی را در بهار 1794 به دنیا آورد. رابطه آنها تا سال بعد به تیرگی گرایید و مری خودکشی ناموفقی کرد. پس از آن به لندن بازگشت و دوباره به کار در مؤسسه انتشاراتی جانسون پرداخت. جانسون گروه انقلابی با نفوذی را نیز هدایت می‌کرد و مری به عضویت این گروه درآمد. اشتیاق شدید به حقوق طبیعی در اواخر سده 18 برخی از افراد را به ناچار به طرح مسئله حقوق زنان سوق داد.
او که در سال 1792 وقتی که انقلاب فرانسه شروع شده بود کتاب توجیهی بر حقوق زنان را منتشر کرد، نگرش‌های تندروانه در مورد آموزش و آزادی‌سازی زنان داشت و کتاب او تأثیری عمیق هرچند با تأخیر بر تفکر فمینیستی داشته است. او با روابط نامشروع، زایمان‌های خارج از ازدواج و شکلی از بردگی، خواندن نهادها از ازدواج با هنجارهای جامعه مقابله می‌کرد. او که به لحاظ سیاسی آگاه بود و قدرت بیان قوی داشت و پویایی تفکر در روابطش آسیب پذیر بود و برخی وقتا اقدام به خودکشی می‌کرد. بعدها مری با ویلیام گادوین فیلسوف آنارشیست ازدواج کرد و دختر دومش مری شریلا که خود بعدها نویسنده معروف فرانکشتاین شد به دنیا آورد. مری 11 روز پس از به دنیا آوردن دومین دخترش درگذشت. با آغاز جنبش رهایی بخش زنان در 2 قرن بعد، زندگی و آثار مری لستونکرافت از نو دیده شد.